سوالی ازتون دارم اگر اجازه بدید اینجا. من جز کسانی بودم که وقتی در ایران چند ماهی از انقلاب گذشت، خودم جز کسانی بودم که در اطراف مهندس بازرگان و در جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی فعالیت داشتم. اون موقع بسیاری از دوستان چپ من با من ستیز زیادی میکردن که وقتی تو رفتی با بازرگانی که میگه مبارزه در چارچوب این قانون اساسی باشه و وقتی مهندس بازرگان میگه این سپاه پاسداران و اینا هم بچه های ما هستن، عزیزای ما هستن، تو بیراهه رفتی و این خطای تاریخی تو امثال تو رو ملت ایران فراموش نمیکنه. بعد از 30 سال 29 سال و اندی من اینجا نشستم و با کسی که با ذهنیت چپ کاملا آشنا هست میبینم که دقیقاً داره اون صحبتی رو میکنه که مرحوم مهندس بازرگان 30 سال پیش میکرد و با ترکه چپی ها آسیب های زیاد خورد. آیا فکر نمی کنید که چپ الان متعهده که یک پوزش تاریخی از کسانی که 30 سال پیش این رو میدیدن به جا بیاره؟ همین الان هم توی فحوای کلمای من که من میگم ما این قانون اساسی رو با کمال شرمندگی ما به شما دادیم و بارها هم گفتم و بارها هم می‌نویسم، چون منم خودم رو متعلق به چپ میدونم و در آخرین مقاله که نوشتم The left is wrong on Iran دقیقاً همین دارم میگن کاملا با حرف شما. یعنی باز این به مقوله truth and reconciliation. آقا ما که طرفدار خشونت بودیم، ما این چیزی که داریم رأی من کو، این به نظر من مهمترین تغییری که در تفکر سیاسی ما در 200 سال گذشته اتفاق افتاده اینه. نمیگیم تفنگ من کو، میگم رأی من کو. توجه کردین؟ این منطقش رو، شعورش رو اون موقع من با شما موافقم آقای بازرگان داشت و ما نداشتیم. من لحظه داشتم. من به عنوان خودم، من نماینده هیچ کسی نیستم، به برعکس محسن که میریم من نماینده موسوی ام. من خودم به نمایندگی از خودم عضو میخوام. توجه کردین؟ یعنی این مبارزه مسلحانه البته اینو بگم، من از زندانی سیاسی که شوهرش کشته شده، برادرش کشته شده، همسرش کشته شده، عصبانی رگای چیزش میفهمم درد اونو. پیرو مقوله ماسمالی هم حالا شما کوتاه نیستم، برای این همهش میگم تروث، بیایم بگیم چی کار کردیم متعال آشتی کنیم بریم جلو. یعنی این عقده رو همین اول نگه داشتن. هر کی بیاد حرف بزنه آقا تو همونی که در سال 1000 ما ایرانیان پناه خدا یک کینه شطوری دورانی این امریکایی‌ها دیگه روز یادش نیست از چه اتفاق افتاده. ما امریکایی‌ها آقا جنگ قادسیه مثل جنگ قادسیه پیروز که تغییر نکننه که مشکل داره. باریکلا انسانی که بتونه عوض بشه، تغییر بشه. یعنی الان تغییر کردن و پیشرفت کردن. خیلی از آدما ممکنه یه سری ایده‌ها داشته باشن بر اساس مرور زمان، بر اساس اطلاعات بیشتر عوض بشن یا انسان بهتری بشن، ولی اونم باید با دانش باشه، نه اینکه یه کسی دیروز سیاه بود امروز سفید بشه ما بگیم خوب شد. ولی اگر به صورت اینو از سیاه بره به خاکستری، از خاکستری بره سفید، به نظر من خیلی از انسان‌ها، خیلی از آدم‌ها که چپ بودن الان همه این کارو کردن. صلاحیت فقیه اونا موندن سر جای خودشون، همه مردم اونا هم تغییر می‌کنن. الان آقای محسن کدیور نشسته اساس تفکر ولایت فقیه رو از ریشه کشیده، برگردونده به دوره آقای ناینی، آقای آخوند خراسانی. میگه اینا دو رگه بوده، رگه ای رو که آقای خمینی از ناینی و از کاشانی و از ناینی گرفته که البته برمیگرده به مولا احمد نراقی در اوایل الایام، اون رگه غلطی بوده به تفکر آقای آقا جان. نه کامنت اینجا بدم، ببخشید نمیشه به کامنت ولایت فقیه شما آقای منتظری مگه جانشین برای نبود؟ میدونه چیکار میکنه؟ اصلا ضد ولایت فقیه بله خمینی ضد ولایت فقیه، نوه خمینی